سلام. من با رودکی خوردم در وقتی ایجادکاری آن سرودی که خودش به من نشان داد راشد. وقتی که من کوشش میکردم که یگان سرود باید می نوشتم با شعر رودکی هیچ حل نشد تا که خودش آمد و خودش به من آن آهنگ خواند از اول تا آخرش. و پس از آن من نمیتونم راست گفتن که من اینقدر شعرشناس هستم یا که کتاب میخوانم، لیکن یک چیز را من برای خود سخت معلوم کردم که رودکی در دل هر یک تاجیک است. خبر دارد او یا خبر ندارد، سواد دارد سواد ندارد، در دل او است و او راهنمایی میکند ما را. و البته که خود جایزه‌ای که نام رودکی دارد بسیار جایزه بلند است، چون که من میدانم که آدمای بسیار با خدمت‌های کلان این عنوان را گرفتن و من خودم را در قطار آنها برابر حساب کردن راستش گویی نمیتوانم، چون که من خودم گویی که یک بسیار آدم جوان حس میکنم نمیدانم، لیکن تشکر زیاد است که با این عنوان باز هم بسیارتر کارها حل می شوند در زندگی، رها شده می شوند. این یک دعای و برکت دوره است برای من. تشکر زیاد.